دوستان سلام و ارادت. یک کار خاص داریم امروز. واقعا زحمت برد، شاید نزدیک 4 ساعت الی 5 ساعت زحمت نصبش بود. یه ولوم براتون میگیرم، بعد یه توضیحات مختصری بهتون بدم. آقا دیگه نرید پول بدید به اسپیکرهای آشغالی که تو بازار حداقلش 20 میلیون تا 40 میلیونه که موقع فروش هم کسی ازتون نخره. شاید نصف قیمت هم شما حاضر باشید بفروشید ولی کسی ازتون نخره. قرضیاً همچین باکسی رو جمع کنین. یه ضبط پایینر 4 کانال روش داره، یه میدرنج اوریون که از فرکانس 85 تا 12 کیلوهرتز رو اجرا میکنه، سوپر تیوتر برای صدای های و یه ساب‌ووفر که باکس جداگونه تعبیه شده براش و یه سالن راحت میتونم بگم 100 متری رو براتون جوابه. هر چقدر که دوست دارید ولوم بگیرید. عرضم به حضورتون که دوام کارش بالاست، آسیبش خیلی پایینه، پرتاب صدای وحشتناک و بیس قدری بهتون میده. حالا بسته به نوع اجناسی که روش میذارید قیمتش مشخص میشه. مثلا این باکس برای مشتری تموم شدهش با آداپتور 220 به 12 و آمپر بالا البته و یه فن خنک کننده و آمپلیفایر 4 کانالی که تو باکسش طراحی شده چه تو مایه‌های 21 تومن یا 22 تومن براش در اومده. و جنسایی که اگر آکپند ازش تهیه کنید چک هم داره، چک 3 ماه تا 5 ماه. لوازم استوک اگه بخواید داخلش بذارید نقدی هستش و فقط باکسشو میتونم بگم باکسش نقدیه 100%. حالا طراحی باکسش به سلیقه مشتریه. شما میتونید میدرنج 1700 روش بذارید، باکستون در بیاد به قیمت 17 تومن، حساب ارزون‌تر یا به سلیقه خودتون. بعد هر موقع هم بخواید این سیستم رو بفروشید مشتریش هست یا آقا دیگه نخواستین اسپیکر خونه داشته باشین، این سیستم رو میتونید رو ماشین پیادهش کنید و به قول رو گفتنی خیلی اقتصادیه و کارآمد و قیمتش هم مثل دلاره. همیشه سیستم رو به بالاست، دقت کنید. واقعا صدای وحشتناکی دارید. مجلس 100 نفری رو میتونم تضمین بدم جوابگو باشه. میتونید تو رنگ بندی های خاص خودتون انتخاب کنید. یه همچین رنگ چیریکی مثلا روش بزنید یا یه رنگ سبز روش بزنید، فرقی نمیکنه. ما هستیم در خدمتتون. اگر سفارشی داشتید توی اینستاگرام هم دایرکت مراجعه کنید هم شماره تماس هستش. برای ساختش فقط 1 روز الی 2